سلام، چطورید؟ من روزیم و امروز میخوایم خوشمزه ترین دسر بیسکویت و عنبر رو با هم درست کنیم. شما این بافت خوشگل و کاراملیشو ببینید، دلت میاد الان که فصل عنبر است همچین دسری رو درست نکنی. فکر میکنم نهایتا هم 10 دقیقه وقتتو بگیره. پس بزن بریم تا با هم دیگه درستش کنیم. حالا اگه موادش رو ببینی که اصلا باورت نمیشه با همین مواد ساده بشه یه همچین دسر خوشگلی رو درست کرد، چه برای خودت چه برای مهمونات. وسایلی که لازم داریم قسمت اصلیش بیسکویتمونه که حالا من پتیور گرفتم بدون شکر و چند تا مواد میانی هم داره که اینا رو باید با هم دیگه مخلوط کنیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که بیسکویت ها رو توی یه دونه زیپ کیپ بریزید و حالا با وردنه یا گوشتکوب خوردشون کنید. اگر توی غذا ساز بریزید ممکنه که دیگه خیلی ریزش کنه، زیاد فایده نداره. و اینم یادتون باشه زیپ کیپتون رو کامل نبندین چون اولین فشار که بیارین منفجر میشه. اینجوری کامل بیسکویت ها رو با وردنه لهش کنید که یکم ریز و درشت باشه، تقریبا توی همین سایز، خیلی هم خوب. بریم برای بخش میانیش. من از این خامه صورتی ها گرفتم. اصلا این خامه صورتی ها توی هرچی میره به نظر من طعمش رو اصلا 2 برابر خوشمزه میکنه. من برای این مواد میانی 2 قاشق شیر عسلی ریختم توی این کاسه و نصف این خامه صورتیه رو میخوام خالی کنم داخلش که اینجوری اگه گوشش رو با قیچی ببرید هم خارج کردنش خیلی راحته و همینطوری میتونید بقیه‌اش رو توی یخچال نگه دارید تا استفاده بعدیتون. و اینا رو با هم دیگه مخلوط کنیم. البته 2 قاشق عسلم بهش اضافه کردم چون که بیسکویتم هیچ شکری نداشت و من دوست داشتم که طعم شیرینش رو از عسل بهم بده. اینا رو همه رو کافیه با هم دیگه مخلوط کنیم و بریزیم توی یه دونه قالب یا قیف مانند. حالا این مواد منو میبینین چقدر نرمه و راحت مخلوط میشه. یکی از دلایلش اینه که خب من اینا رو گذاشتم به دمای محیط رسیده، چون که معمولا اگه اینا توی یخچال بمونه خیلی نرم نیست. برای اینکه موادتون رو راحت توی اون ظرف دسرتون بریزین، پیشنهاد من اینه که اول بریزیمشون توی این قیفا. این قیفا هم یک بار مصرفش هست، هم سیلیکونی، میتونین از لوازم شیرینی فروشی بگیرید. و برای اینکه راحت‌تر خالیش کنید این شکلی بذارینش توی یه دونه لیوان یا استکان و به همین راحتی همه موادتون رو خالی کنید داخلش. هم توی ریختنتون خیلی ظرافت بیشتری میتونید داشته باشید، همین که دیگه موادتون حروم نمیشه. تا لحظه تا اون ذره آخرش میتونید از داخل این قیفا به بیرون بریزید. یه گره هم بزنید که دیگه خیالتون راحت باشه. گزینه بعدیمون برای آماده سازی این گردوهای خوشگله که به خاطر چربی مفیدی که توش داره واقعا برای بدن مفیده. حالا این گردو رو لهش نکنید. پیشنهاد من اینه که خوردش کنید. اینجوری چربیش هم بیرون نمیزنه و طعم اصلی گردوتون حفظ میشه. خب گردوها رو هم که خورد کردم بریزم توی این ظرف تا بریم سراغ قسمت جذاب این ماجرا، یعنی انبه خوشمزه‌مون. من یه دونه انبه حسابی رسیده انتخاب کردم که طعم و بافت خیلی نرم داشته باشه و عالی باشه. برای اینکه انبه‌تون رو راحت اون هستش جدا کنید فقط کافیه وسطش اینجوری برش سر تا سری بدیم و دیلینگ بپیچونینش. به همین راحتی نصفش از هستش جدا میشه. برای این دسر من به نظرم یه دونه نصفش کافی بود. و حالا پوستش رو باید بکنیم کامل. سعی کنید چاقوتون خیلی تیز باشه، اینجوری دیگه آب انبه اصلا در نمیاد. و وقتی هم که پوست کندینش به قطعات مربعی، نه خیلی ریز نه خیلی درشت، خوردش کنید. و البته حواستون باشه که همه رو مابین دسرتون نریزید. یه چند تا دونه از اون مربعا رو نگه داریم برای روی دسر که یه جورایی روی کارو پوشش بده و اون مواد داخلی بتونن بهتر استراحت کنن و طعم کامل به خورده همدیگه بره. یعنی اگه بگم عطر این انبه چقدر خوبه، الان کل فضا پر شده از عطر این انبه. بریم وسایلمون رو آماده کنیم. خب کرم میانیشو درست کردیم، گردومون خورد شده، انبه‌مون هم خورد کردیم. فقط میمونه این بیسکویت ها که بریزیم توی این ظرف و بریم برای قسمت اصلی ماجرا، یعنی میکس اینا. واقعا برای این کار خیلی هیجان دارم. خب یه دونه جام من انتخاب کردم که هم خیلی
در نهایت این که خیلی جای زیادی نمیگیره ولی خیلی توپلی و خوشگله. حسابی میتونه لایه ها رو بهمون نشون بده. فقط کافیه 1 لایه بیسکویت بریزید. میبینین ریز و درشت با هم قاطیه. این خیلی خوبه. این باعث میشه که اون کرم مابینش کامل قرار بگیره و طعما با هم دیگه ترکیب بشه. بعدش با یه دونه قیچی خیلی بزرگ و خیلی کوچیک نباشه، یه برش متوسط به اون لبه بدید و خیلی 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 راحت به همین خوشگلی با یه فشار کوچیک میتونید اینجوری کرم رو به هر قسمتی که میخواین برسونید. هم ظریفکاریش بیشتره و هم میتونید توی کل اون قسمت هایی که بیسکویت ریختین اینو پخشش کنید تا بیسکویتاتون کامل آغشته بشن. و انبهار هم همینطوری توی هر لایه بریزید. اگر میخواین ظرافت کارتون بره بالا، بهتره که انبهار رو نزدیک شیشه ها بذارید، شیشه های دور. بعد این باعث میشه که توی خوشگلی کارتون هم نشون داده بشه. گردوها هم همینطور، هم وسط بریزید همینطوری دور بریزید که دیزاین حالا دور تا دور اون جاممون هم کامل مشخص باشه. همینجوری لایه لایه بیسکویت، بعد کرم، انبه و گردو رو میریزیم تا بتونیم بالاخره هم این ظرف رو پر کنیم هم اطرافش رو خیلی خوشگل کنیم. واقعا کار لذت بخشیه. و در نهایت شما یه همچین ترکیب و دسر شیک و خوشگلی رو دارین که اصلا اشتهاتون باز میشه. اگر این دسر رو دوست داشتید ممنون میشم لایک و سابسکرایب کنید. فعلا بابای.